من در زندگی خوشحالم چون که هر روز من دانشجو که هستم و دانشگاه میآیم با همکورسانم رو میخورم از دیدن همکورسانم خودم را خوب حس میکنم. در زندگی اصلا ظاهرا همگان گمان میکنم که من خیلی خوشبختم، خوشحالم، همه وقت خرسند هستم، ولی این طور نیست. بعضی عملهایی هست که باعث خفگی من میشود، باعث غمگینی من میشود. سالم است که اول که شکر میکنیم که سالم هستیم. دیوم این که شکر میکنیم که آن نعمتهایی که خداوند داده است به ما برای خوشحال هستیم که چه آرزو نعمتهایی است که پروردگار داده است. سوم که شکر میکنیم که در یک دولت آزاد هستیم. برای آن خوشبختم که من آموزگار هستم، شاگردان زیادی رو دارم. طول 44 سال گذشته من آموزگاری میکنم. از این کسبم به نهایت من خرسندم. یکی از سبب‌های دلموندگی ما عموما دلموندگی تمام مسلمانای ما، تاجیکستانی ما همین است که سطح پست بودن تربیت و اخلاق جوانان است که مثلا با دیدن و انسان خود را خیلی ناراحت و خیلی بگن که روح افسرده حس میکنه. من خوشحالی حس میکنم. سبب خوشحالی خیلی در زندگی یگان ما نداریم کم بوده. فرزند است، خانواده است. شغل خود وظیفه داریم. خرسند شو؟ یه روز ناز میگذره خرسندی فقط کمی عمر گذشته است. خما خسران است که ما پلی خدا ما خود اسکا میرم میو کار کلام میو. با فکر خودم ناقدر خوب است، خیلی مزبینی هست کمتر، برای اینکه حیات تو کار نکنی تو وای نکنی یک چیز نمیشه. من زیق میشم برای آنکه در خانه سوید نیست، درس کردن نمیشود، تلویزیون تماشا کردن نمیشود، تاریک فنریکا زرید مونده نمیشود. در زندگیم از روی پیندار نیک، رفتار نیک، گفتار نیک زردوش گفته بود. من در همیشه خرسندم برای اینکه عقلم، کلم، فکرم، رفتارم با زندگی با همین زمانه موافقت کرده پیش میبرم. عین حال من فقط خرسند هستم چون که به آرزوی خود رسیدم، دانشجو شدن میخواستم، صاحب این نام شدم، برای من خرسندم.